سوره محمد در مدینه نازل شد 38 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. الله عملهای کسانی را که کافر شدند و مردم را از راه الله باز داشتند باطل ساخته است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله گناه کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و به آنچه بر محمد نازل شده که آن حق است و از جانب پروردگارشان ایمان آوردند از آنها دور کرد و کارهایشان را به صلاح آورد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. و این به آن سبب است که کافران به باطل پیروی کردند و آنان که ایمان آوردند به حق که از جانب پروردگارشان آمده بود پیروی کردند. الله برای مردم این چنین مثال می آورد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید و چون آنها را سخت فرو کوفتید اسیرشان کنید و سخت ببندید آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه یعنی به عوض پول تا آنگاه که جنگ به پایان آید و این است حکم الله و اگر الله میخواست از آنان انتقام میگرفت ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید و آنان که در راه الله کشته شدهاند عملهایشان را باطل نمی کند. سيهديهم ويصلح بالهم. بزودی که هدایتشان کند و کارهایشان را به صلاح آورد. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. و به بهشتی که برایشان وصف کرده است داخلشان سازد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر الله را یاری کنید شما را یاری خواهد کرد و پایداری خواهد بخشید. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هلاکت و شوربختی باد بر کافران الله عملهایشان را باطل کرده است. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. زیرا آنان
چیزی را که الله نازل کرده است ناخوش دارند. الله نیز عملهایشان را نابود کرد. افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا در زمین سیر نکردند تا بینگرند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بوده است؟ الله هلاکشان کرد و کافران نیز عاقبت آنچنان خواهند داشت. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. این به آن سبب است که الله یاوری کسانی است که ایمان آوردند و کافران را هیچ یاوری نیست. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته می کنند و بهشت هایی که نهرها از آن جاری است داخل خواهد کرد و کافران از این جهان بهره‌مند می شوند و چون چار پایان می خورند و جایگاهشان آتش است. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. چی قریه های یعنی دهه های که مردمش از مردمی قریه تو که از آن بیرونت کردند خیلی پرقوت‌تر بودند که هلاکشان کردیم و هیچ یاری کننده نداشتند. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. آیا کسی که از جانب پروردگارش دلیل روشنی دارد مانند کسانی است که کردار بدشان در نظرشان آراسته شده و از پی هواهای خود می روند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وصفی بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن نهرهایی است از آبهای تغییر ناپذیر و نهرهای از شیری که طعمش دیگرگون نمی شود و نهرهای از شراب که آشاماندگان از آن لذت می برند و نهرهای از عسل مصفا و در آنجا هر گونه میوه
که بخواهند هست و نیز بخشایش پروردگارشان. آیا بهشتیان مانند کسانی هستند که در آتش جاودانند و آنان را از آب جوشان می آشامند، چنان که روده هایشان تیکه تیکه می شود. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بعضی به تو گوش می دهند تا آنگاه که از نزد تو بیرون روند. از دانشمندان می پرسند این چی سخنانی بود که می گفت؟ الله بر دلهایشان مهر نهاده است و از پی هواهای خود رفتند. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. آنان که هدایت یافتند الله به هدایتشان می افزاید و پرهیزگاریشان عطا می کند. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. آیا تنها منتظر آنند که به ناگاه قیامت فرا رسد؟ هر آینه، یعنی البته نشانه های قیامت آشکار شده است و چون فرا رسد پند گرفتنشان را چی فایده؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پس بدان که هیچ خدای جز الله نیست. از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن بخشایش بخواه. الله می داند که روز به کجا می روید و شب به کجا می آرامید. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. کسانی که ایمان آوردند می گویند چرا از جانب الله سوره نازل نمی شود؟ چون سوره از محکمات نازل شود که در آیه سخن از جنگ رفته باشد، آنان را که در دلشان مرض هست بینی که چون کسی که بیهوشی مرگ بر او غالب شده به تو می نگرند، پس برایشان شایسته تر طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فرمان برداری است و سخن نیکو گفتن و چون تصمیم به جنگ گرفته شد اگر با الله صداقت کنند برایشان بهتر است. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. آیا اگر به حکومت رسیدید می خواهید در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندیتان را ببرید؟
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اینهایند که الله لعنتشان کرده است و گوشهایشان را کر و چشمانشان را کر ساخته است. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قلف هاست؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. شیطان عملهای کسانی را که بعد از آشکار شدن راه هدایت مرتد شدند، یعنی از دین گشتند و بازگشتند، در نظرشان بیاراست و آرزویشان دراز کرد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. و این به آن سبب است که به آن گروه که آیات الله را ناخوش می داشتند می گفتند ما در بعض از کارها فرمان بردار شما هستیم و الله از رازشان آگاه است. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. چگونه اند آنگاه که فرشتگان آنها را می میرانند و بر رو و پشتهایشان می زنند. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. این به جزای آن است که به آنچه الله را به خشم می آورد پیروی می کردند و به آنچه خوشنودش می ساخته بدبینی داشتند. الله نیز عملهایشان را نابود کرد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. آیا آنان که در دلشان مرض است می پندارند که الله کینه را که در دل پنهان دارند آشکار نخواهد کرد؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اگر بخواهیم آنها را به تو می نمایانیم و تو آنها را به سیمایشان یا از شیوه سخنشان خواهی شناخت و الله از عملهایتان آگاه است. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. و شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را معلوم داریم و خبرهایتان را آشکار کنیم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. کسانی که ایمان نیاوردند و از راه الله روی گردان شدند و با آن که راه هدایت برایشان آشکار شده بود با پیامبر مخالفت نمودند، هیچ زیانی به الله نخواهند رسانید و الله عملهایشان را نابود خواهد کرد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ای کسانی که ایمان آورده اید،
به الله اطاعت کنید و به پیامبر اطاعت کنید و اعمال خود را باطل مسازید. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الله کسانی را که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و در کفر مردند هرگز نخواهد بخشید. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سستی نورزید تا دعوت به مصالحه کنید. شما برتر هستید و الله با شماست و از پاداشهایتان یعنی مکافاتهایتان نخواهد کم کرد. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. زندگی این جهانی فقط بازیچه و بیهودگی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید الله مکافاتهایتان را خواهد داد و از شما مالهایتان را نمی طلبد. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر از شما مال طلبد و بردوام هم طلبد آنگاه بخیلی می کنید و کینه های پنهانتان را آشکار می سازد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آگاه باشد که شما را دعوت می کنند تا در راه الله صدقه کنید. بعضی از شما بخیلی می کنند و هر کس که بخیلی کند در حق خود بخیلی کرده است، زیرا الله به حاجت است و شما حاجتمندانید و اگر روی بردابید بجای شما مردم دیگر آرد که هرگز مثل شما نباشد. سوره 47 سوره محمد در مدینه نازل شد و از 38 آیت عبارت است.